بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولین درس ما را شروع کردیم از اولین سوره قرآن کریم که اولین قرآن کریم دارای 114 سوره می باشد که اولین سوره حمد شریف است که ما تلاوتش کردیم. تلاوت هم دانه دانه آرام آرام به شما کردم که متوجه شوین. انشالله که ما در این کانال هات می خواهیم قرآن شریف هم با تجوید به شما بیاموزانم که تجوید چی است، دیگه حروف ها از کجا باید ادا شوند که به نام مخرج میگن، صفات حروف به شما بگویم، در کجا مد باید بکنیم، مد چی است، وقفه چی است، اینا رو همیشه به شما انشالله به معرفی میگیرم. و اولین چیزی که ما باید شروع میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتنش خودش یک نوع باید درست گفته شوه. دیگه مثلا عین از کجا ادا شوه، اولین همزه که در اعوذ میایه همزه از کجا ادا کنیم که عین از کجا ادا کنیم. اگر در قرآن شریف عین و همزه از هم فرق نشه، صوت سین از هم فرق نشه، مخارجشان درست ادا نشه، در معنای قرآن شریف تغییر وارد میشه. ما باید قرآن عظیمشان وقتی که تلاوت میکنیم حروف ها را از مخرجشان ادا کنیم. پس اینجا میگن مخرج چی است؟ مخرج هم براتون معرفی میکنم. حالا یک توضیح بسیار ساده براتون میگم. مخرج جای برآمدن حرف، جایی که حرف از ادا میشه، اونجا رو مخرج میگن. ما باید مخرج ها رو درست ادا کنیم. و یک نکته کلیدی که باید در سوره حمد شریف رعایت شود که را دمی درس براتون میگم که بسیاری از دوستای ما هستن که وقتی میگویی بخوان الحمد شریفه الحمدو میگن. وقتی گفته شد اینجا لام ما زبر میخوره. وقتی زبر خورد اینجا معنای تغییر میکنه. نباید این لام زبر بخوره. این لام جنگ انداز داره. همزه ای الفی که اینجا میبینیم این همزه است که به شکل الف آمده. هرگاه که الف در اول کلمه آمد او همزه میباشه، به شکل الف میایه. اینجا همزه را با لام جنگ میتیم. الحمدو. تکرار کنید. الحمدو. ما نماز میخوانیم، باید سوره قرآن شریف که کلید نماز است باید درست ادا شود، با معنا ادا شود، کلماتش درست از مخرجاش ادا شود که ما بتانیم نماز درست بخوانیم. وقتی که سوره را درست نخوانیم نماز ما هم درست نیست. پس ما مسلمان هستیم، باید قرآن شریف به صورت احسنش بخوانیم، به صورت درستش ادا کنیم کلمات که تا در معنا تغییر نبیاید. شما فارسی زبان هستیم، عربا درست ادا میکنن اما ما فارس هستیم، نمیفهمیم که عین چه قسم ادا کنیم، ایر از کجا ادا کنیم. اردوش هم مخرج هستن اما باید بفهمیم که چه قسم ادا شود. دیگر اینجا مثلا لله اسم جلاله، اسم الله باریک ادا شود، اگر پر ادا شود اشتباه است. لله لله نمیگیم، لله. اینجا را که برش ما ری میگیم پر ادا شود. تفهیم چرا پر ادا شود؟ به خاطر سرش زبر داره، اگر زیر داشته باشه باریک ادا میشه. این کلمات ما دانه دانه به شما در کانال انشالله و تدریس میکنم. تعقیب کنی کانال ما را. دانه دانه ما تجوید حروفای قرآن شریف الحمد شریف
دانه دانه به شما من تجویدی حروفش، مخرجش، صفتش، مدش بر شما انشالله که میگم و معنایش انشالله بر شما میگم. شما کانال ما رو سابسکرایب کنی. در شورت ویدیو همه من ریز تجویدی ها رو براتان میمانم، اما ویدیوهای لانگ ما، ویدیوهای بلند ما سوره رو مکمل میخوانم. روز یک آیت بر شما تجزیه میکنم. تجزیه یعنی همون تجویدش، مخرجش، صفتش، مدش، همه چیزش به شما میگم که امروز ما درس اول ما بود. فقط بسیار کم یادآوری کردم که درس ما را ادامه میدیم انشالله. سوره الحمد شریف بسیار زیاد کار داره که ما برش تدریس کنیم. فقط امروز به شما گفتم که از اعوذ بالله شروع میکنیم. اعوذ ذی، اینجا زال ما ذی گفته نشه، ذی گفته نشه، زال گفته شود. از نوک زبان با نوک دندانهای بالا که دندانهای ثنای اولیا برش میگن تماس کنه. از اعوذ زال گفته شد، زی گفته نشه. اعوذ بالله با اسم الله ده بالله باریک ادا شد. بالله اعوذ بالله من شیطان توش اینجا پر داشت طان نرجیم ریش باز باریک ادا میشه. اعوذ بگوی تلفظ کنی با من. اعوذ عین از وسط حلق ادا میشه. اعوذ همزام از اول حلق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شین صفت تفشی داره، در زبان دهن آواز باشان شود. من الشیطان تا پر ادا شود توی طان الرجیم ری باز باریک ادا میشه. نرجیم بسیار کم برتان گفتم به اعوذ بالله را. انشالله اعوذ بالله را یاد بگیری. فردا بخیر سوره الحمد شریفه از اولین آیات از بسم الله تجویدش شروع میکنیم. درس بعدی نظریاتتان در کامنت ها بگوین. کانال ما را سابسکرایب کنید. خود عزیز سابسکرایب کردن حمایت کانال ما صدقه جاریه است. تشکر دوستای عزیز، موفق باشه انشالله. به زودی انشالله که قرآن شریف به صورت احسنش شما یاد میگیرین. تشکر میکنم که از اینکه تا آخر ویدیو با من همراه